سلام بر عزیزانی که ما رو دنبال میکنید. خدمت آقای خالصی عزیز رسیدیم. به نظر من این جوون یک استاده که خیلی در زمینه کفش زحمت کشیده و اون بازم میگم اون دوستانی که من تو بخش طراحی کمک میخوان میتونن با آقای خالصی ارتباط برقرار کنن، چون تقریبا ما یه تیمیم دیگه، یعنی ما بچهای خوب داریم جمع میکنیم. حالا امروز یه حرف قشنگی دادن تو بخش آرندی که یه بخش طراحی هم توشه، میخوایم که از آقای خالصی کمک بگیریم و چون وقتش تنگه زودتر این کارو بکنید که ما شرمنده‌تون نشیم. خالصی جان، تو ویدیوهای قبلی ما شما رو معرفی کردیم، یه سلام علیک کنید تا ما کارمون رو شروع کنیم. اولا سلام، خوش اومدید اینجا و در خدمتم. خالصی جان یک تو 3 بخش طراحی میکنه، درست میگم؟ یکی همین طراحی خاص، یکی طراحی برای چیز یه بحث شخصی سازی داریم که مجموعاً به اتفاق میفته، یعنی کاملا اصطلاحاً بسپولی عمل میکنیم بر اساس ابعاد و اندازه پای اون نفر. کاملا یه حالا با یه چیزی خاص برای اون کارو دگرمانه اون برند دگرمانه که کامل توضیح دادیم. تو همین مجله شهریور هم نوشتیم دگرمان بخونید، واحد خیلی خوبه. این به درد کسی که مزوندارا و اینا، کسی که میخواد کار شخصی سازی انجام بده در اصل میتونه اتفاق بیفته. بعد سفارشی دوزی هم باز چرمه شبیه به همینه، اما یعنی از بیسش کارهای خودمونه. اینجا رو نشون بده. بیسش کارهای خودمونه. ببین تئاتر 300 و خیلی ها شاید دیده باشن، کفشاشو خالصی عزیز اصلا دوخته، درسته؟ آره. و این کار هم یکی دیگه کارهای خالصی هست. تو همون دست میشه همون شخصی دوزی دیگه، تو همون فضا قرار میگیره، چون ما برای اون آدم ها دقیقا بر اساس ابعاد پاشون کفش خاصی که میخواستن طراحی شد، ساخته شد و همون یه دونه بود برای اون مجموعه. اصلا درست این دو فایلی که میذاریم کنار، حال دوستانی که در این زمینه مزوندار هستن، تئاتری هستن، حتی فیلمسازی ها میتونن کل دیزاین لباس هم از شما الگو بگیرن. نه لباس و بچهای طراح لباس چیز میکنن داره دیگه تیمشو. آره همون خوب خود اونا اصلا هستن دیگه، نیازی به من نیست. مثلا از اونا میان با ما هم چیزه به ما مراجعه میکنن، ما کمکشون میکنیم تو بحث فقط کفش. ما اومدیم امروز که بخش سوم توضیح بدیم و میگم حرف قشنگی زد امروز به گوش من، یه دینگی کرد. بچه‌هایی که میخوان اینجا به بعدش رو گوش کنن ببینید که خالصی و تیمش چه خدماتی بهتون میده. بچه‌های اسلامشهر، بچه‌های تبریز، بچه‌های اصفهان، اونایی که با من رفیقم و من میخواستن طراح، حالا ببینیم خالصی جان تو این زمینه چه فعالیتی میکنه. بفهمم مسئله داستانی هستیم اینه که خب ببین بحث صرف دیزاین صرفا نمیشه اسکچ، نمیشه طراحی کردن روی کاغذ. یه فرایند باید طی بشه و تو این فرایند چند تا چیز مختلف شامل میشه. دیزاین کلا یه قسمتی از بحث تحقیق و توسعه میتونه قرار بگیره، یعنی بحث آرندیه. اینکه آقا من متریال جدید بتونم پیدا کنم، روش تولید جدید ایجاد کنم یا پیدا بکنم برای کارم، یا مثلا بخوام روی فضای در اصل مجموعه اون چه کاری بکنیم برای برندینگش، برای بازاریابیش، چه پیشنهادات چه مسیری براش تعبیه بکنیم. اینا همه رو درست جزء فرآیند درست تحقیق و توسعه است که دیزاین هم شامل همین میشه. یعنی درست دیزاین هم داره اینو بهمون میگه دیگه که آقا اگه قرار یک اتفاقی تو دیزاین بیفته یا یک تغییر در محصول پیش بیاد، این فراینده از ابتدا تا باید طی بشه، از بازار، تحلیل بازار، متریال، ترند در اصل ترند شناسیه که اتفاق بخواد بیفته، یا روش‌های ساخت، همه اینا و اسکچ زدن رو در اصل ایده نهایی میشه. اون در اصل اتود و اسکچی که داریم میزنیم اون یه تیکه از کاره، همه موضوع نیست. یعنی وقتی میان یه عکس رو به شما نشون میدن، شما تمام اینا رو بررسی میکنید، بعد اون
کار رو شروع میکنی؟ بسته با ایده برای پیش اون چیزی که خواسته که ما از ما دارن دیگه. آره یه جا تا مجموعه از ما میخواد که فقط تو طراحی ظاهری کفش بخوایم کار کنیم. آره من فقط یه اسکچ ایده پردازی در یک کانسپتی رو میبرم جلو، تو اون فضا قرار میگیرم. نه اصلا خب من یه مجموعه تو بس تحقیق و توسعه‌اش من میخوام دنبال روش جدید تولید بشم، میخوام یه محصولی بدم بیرون که مثلا تو این فضاها بتونه جواب بده، روش قالب سازی جدید، متریال جدید. جا من چند دقیقه پیشم براتون نشون دادم یک سری محصولا، یه سری تکنیکای ساختی که الان مثلا داریم توی کفش استفاده میکنیم 8 سال پیش حداقل من در جریانش بودم به واسطه حالا اون بحث کاری که داشتیم. یعنی الان همین شرکت استریچ باف که گفتین شما میتونید بگید این مدل رو میتونید بدید؟ نه نمیتونم بگم این مدل رو میتونیم بزنیم، من کار تولیدش رو انجام نمیدم. نه ولی اما آره بر اساس مثلا امکانات اون مجموعه من میتونم به حدس بزنم که مثلا این مجموعه وقتی این امکانات رو داره الان مثلا فلان متریال میتونه استفاده بشه تو کفش، شما هم امکانات تولیدش رو دارید بر اساس شرایطتون، بیاین تو این مسیر حرکت بکنید. مثلا هزینه‌تون میاد پایین‌تر، بعد کالای بروزتری دارید. یکی از مشکلات کلیت صنعت ما همینه دیگه که ما عقبیم از بقیه دنیا. دلیل این عقب بودنمون یه چیز خیلی ساده است، دیتا و اطلاعات روز دنیا رو نمیریم سراغش. طبیعی هم هست من تولید کننده که دارم اون کارخونه رو میگردونم اینقدر درگیر مباحث مالی و مالیات و نمیدونم کارگر و تولید هستم که فرصت فکر کردن به این موضوع ندارم. این خب این چی؟ کدوم بخش این کار باید انجام بده؟ بخش تحقیق توسعه، بخش آرندی، بخش تیم طراحی دیزاین. خب نمیتونیم این تیم طراحی دیزاین داشته باشیم؟ یه جایی تو بیرون از مجموعه ها کارشون همینه دیگه، چیزی که تو دنیا متداوله. ببینید چیزی که من میخواین همینه، حالا دفتر طراحی طراح اینجوری شبکه همه بچه‌هاش طراحن و همه میتونن این کارو بکنن. گفتی به چه صورت بچه‌ها میتونن با ارتباط داشته باشن؟ اولی که خب مجموعه شما اولین مسیر ارتباطی است، یعنی به راحتی به مجله شما اخبار صنعت ارتباط بگیرن، راحت وصل بشیم و صحبت بکنیم. جدا از اون خب اینستاگرام و الان من نوعی اومدم ارتباط گرفتم، چیکار میتونیم برای من بکنید؟ مثلا من یه تولید کننده کفش اسپورتم، اول از همه چه خواسته ای داری؟ این مسئله است. ولی من اینجوری نگاه نمی‌کنم که من چی میخوام برای خواسته شما اول مطرح میشه، من میدونم که با چه فضایی رو بدم. جدا از اون امکانات تولیدی شما هم باید من بدونم. من باید بیام مجموعه 100% من باید بیام مجموعه شما رو ببینم، اطلاعات مجموعه شما رو داشته باشم، بتونم بر اساس نیاز مجموعه شما یه چیزی بدم، پیشنهادی بدم. من بیام به شما برگردم بگم که شما یه مجموعی هستید که تو فضای مثلا کار دستی دارید انجام میدید، بعد من بیام بهتون بگم که شما بودجه‌ش هم ندارید، بگم نه باید برید فلان خط تولید رو بیارید. خب نه شدنی نیست، این اسمش نمیشه راهنمایی کردن. بعد برای اون ابتدا به ساکنش بعد قرارداد نمی‌نویسید، میان حتما می‌بینین جلسه مشاوره داریم، مثلا یه مشاوره اولیه و یه سری چیزا رو می‌بینیم، بعد از اون ما بر اساس اون یه پیشنهاد میدیم. حالا مورد قبول قرار گرفت دیگه میشه از قرارداد و ادامه پروژه. کیسی میتونه باشه، میتونه فصل هم میتونه باشه. یه بسته به خواسته مجموعه داره، میخواد یک کفش براش طراحی بکنم، میخواد نه من خط تولیدش رو توسعه بدم، پیشنهاد بدم که چه اتفاقی بیفته برای خط تولیده، میخواد مثلا طراحی یک کالکشن باشه که چجور حتی به بازار ارزش بکنی، عکاسیش چه شکلی باشه، گرافیکش چجوری باشه، همه اینا رو ما میتونیم بهشون کمک بکنیم تو موضوع. حتما با خالصی عزیز تماس بگیریم، با منم تماس بگیرید که کمکتون کنم. این بخش تو صنعت ما ضعف داره، خیلی ها من خواستن بیاین تماس بگیریم و این کار انجام بدیم. وقتی که به من دیدی خیلی متشکرم. خوشحال شدیم که تشریف آوردید. مرسی.